کرکی که ادعای نیابت امام غائب را داشت، قزلباشان را با اصطلاح نائب امام آشنا کرد و تعریفی که از نائب امام غائب ارائه داد چنان بود که خود او مصداق اصلی نائب امام بود. شیخ کرکی دستگاه دینی و قضایی و اوقاف کشور ایران را در انحصار مهاجران تازه وارد لبنانی قرار داد. این گونه ایران به دست مردمی افتاد که هیچ سهمی در تمدن خاورمیانه نداشتند و همواره در حاشیه‌های تمدن زیسته بودند. شیخ کرکی و لبنانیان به سران قزلباش و شاه طهماسب نوجوان فهماندند که سلطنت حقیقی از آن امام غائب است و پادشاه باید سلطنتش را از معصوم دریافت کند تا مشروعیت داشته باشد. در نتیجه برای نخستین بار در تاریخ ایران مقام مرجعیت شرعی به گونه‌ای که اکنون می‌شناسیم توسط شیخ کرکی ابداع شد. و این عقیده تدوین گردید که بدون اذن مرجع که نماینده معصوم است هیچ سلطنتی مشروعیت ندارد. کسانی که میگویند ولایت فقیه یک صیغه نوظهور است که در سده اخیر ابداع شده، از این جریانها آگاهی ندارند. ولایت فقیه را نخستین بار در تاریخ ایران شیخ کرکی ابداع کرد و خودش ولی فقیه در سلطنت شاه طهماسب شد و منبع مشروعیت سلطنت او شد. این گونه ملاهای شیعه اثناعشری که از لبنان آمده بودند شریک سلطنت قزلباشان شدند و برای نخستین بار در تاریخ ایران یک حاکمیت دوگانه ایجاد گردید که برای همیشه ماندگار شد. تا پیش از دوران صفوی مسلمانان ایران آموخته بودند که عقاید و باورها را بشنوند، بسنجند و بهترینش را برگزینند. اما از وقتی که فقیهان لبنانی وارد ایران شدند و دستگاه دینی قزلباشان را قبضه کردند، یک عنصر نوینی به نام تقلید وارد دستگاه فکری ایرانیان شد. تقلید از مرجع تقلید با این مفهوم امروزی در فرهنگ ایرانی وجود نداشت، زیرا با فرهنگ آزاداندیش و خردگرای ایرانیان در تعارض بود. مرجع تقلید که از لبنان آمده بود به مردم ایران حکم کرد که دینتان و باورهایتان را باید از من بشنوید و از من بیاموزید و از من بگیرید. خودتان حق فکر کردن و برگزیدن عقیده و باورتان را ندارید، زیرا من نماینده خدا و امام معصوم و ارائه دهنده احکام دین هستم. این گونه بود که مقدمه تعطیلی فکر که نتیجه ممنوع بودن تفکر برای انتخاب بود در ایران آغاز گردید. امتناع تفکر نتیجه حتمی پیدایش تقلید کورکورانه از مراجع تقلید بود. افرادی که از سرزمینی بیگانه آمده بودند به مردم ایران حکم می کردند که ما فقها می اندیشیم و می گوییم و شما ایرانی ها بشنوید و اطاعت کنید و بی پرس و جو به کار ببندید. شیخ کرکی صدها تن را به عنوان فقیه از لبنان به ایران آورد، وارد دستگاه دینی کرد و کل دستگاه دینی ایران به دست لبنانی ها سپرده شد.
از آن پس تا پایان دوران صفوی هرچه فقیه شیعه در ایران صفوی میشناسیم فرزندان و نوادگان همین بیگانگان لبنانی بودند. بر هر فقیه نامدار 12 امامی دوران صفوی و منسوب به شهرهای ایران با لقب‌هایی همچون استرآبادی، قزوینی، سیستانی، اردبیلی، تبریزی و غیره دست بگذاریم، وقتی ریشه اش را میکاویم میبینیم که به یکی از این لبنانی ها یا یک عراقی خواهد رسید. اینها واقعیت هایی هستند که مرجعیت ایران همیشه تلاش کرده تا از ملت ایران مخفی کند. از این هراس داشته و دارد که ملت ایران از ماهیت و حقیقت آنها آگاهی پیدا کند. نتیجه این تا امروز که نوادگان همین مراجع با نام جمهوری اسلامی